اگر یوتیوب رو باز کنیم یا سایت دیگر رو باز کنیم بسیار مشکل باز میشه و نمیتونیم ما در 15 دقیقه 20 دقیقه یک ویدیوی 5 دقیقه یا 4 دقیقه رو ببینیم یا دانلود کنیم. بسیار مشکل است برای ما و امکانات از این نیست که ما اینترنت بلندتر داشته باشیم با سرعت زیاد که بتونیم درست استفاده کنیم و چیزهایی را که میخوایم دانلود کنیم یا اپلود کنیم. این مشکل از طریق اینترنت ما بسیار زیاد داریم. اینجا لود کردن کلیپ هم بسیار آسان نیست چرا که اینترنت اینجا ضعیف است. از این خاطر لود کردن مشکل است. چند بار کوشش میکنیم تا یک چیز لود کنیم. که در تاجیکستان حدود 83% از اینترنت موبیلی استفاده میبرند که از این مقدار گفتم ممکن است که حدود 40 شاید حتی 50% این مقدار از محض تلفن های موبیلی و دیگر گجت های موبیلی به مانند پلنشت استفاده میبرند. در حال حاضر با در نظر داشت رشد اینترنت موبیلی در تاجیکستان و تکنولوژی های دستگاه های دسترس در بازار، این دستگاه های موبیلی امکانی خیلی خوب برای استفاده برندگان فراهم می‌آورد برای در اشتراک دوستان و اصلا در اشتراک با دیگر کاربران اینترنت گذاشتن مواد میدیا از آن جمله ویدیو، عکس ها، آدیو و اصلا هر چیزی که طریق телефон мобильный می شود ثبت کرد. Часто пользуюсь интернетом, в основном это сайты для общения. Также я люблю опубликовать фотографии города Душанбе, особенно когда он в таком прекрасном солнечном дне. Я люблю их опубликовать на Фейсбуке или в Одноклассниках. این موبایل های کامera داره که مردم از پیش میبرد. چرا میبرد؟ چرا کامera داره؟ درسته که کامرش بخواد بگان محفل عروسی و شیرینیخوری بعضی محفل‌های خوشی میباشه خوب فیلمبرداری میکنه و خوب عکس میگیره. زیادتر داشتن کامرا در داخل شهر با برخورد امنیتی روبرو میشیم که افراد امنیتی زیادتر نمیگذارن که امرای کامرا فیلمبرداری یا عکاسی بکنیم از نقاط مختلف شهر یا یگان سوژه‌ای که پیدا میکنیم. این به خاطر از این است که ما باید وقتی که بر فیلمبرداری یا بر عکاسی می‌رویم باید یک مکتوب داشته باشیم از همون ارگان پیچیده که نمیشه هر لحظه هر دقیقه ما و در شهر بازار که اگه چیزای جالبه که میبینم میخوایم اون رو بگیرم و در اینترنت لود کنم. نیروهای امنیتی ممانعت صورت میگیره، بعضی وقت تلفن ما رو میگیره و ما همین شوق دارم میخوایم چیزای جالبه بگیرم و در اینترنت